کارگاه موتورپول. انجام هر گونه عملیات و سرویس‌های مورد نیاز مجتمع توسط ماشین‌آلات سنگین نظیر جرثقیل، لودر، کامیون، لیفت تراک و غیره بر عهده واحد موتورپول میباشد. حمل و نقل و بالا و پایین آوردن تجهیزات داربستمندی به وسیله کرین، حمل خاک و سنگ در مجتمع به وسیله لودر و کامیون ها، جابجایی لوله های بزرگ به وسیله تریلر کفی، حمل بتون توسط میکسر به محل های مختلف، نگه داشتن قطعات در ارتفاع، بلند کردن و جابجا کردن وسایل سنگین در کارگاه‌ها، بارگیری و جابجایی مواد مصرفی و تولیدات مجتمع، جابجایی نخاله و مواد زائد به خارج از مجتمع و همچنین تعمیرات کلیه خودروها و موتورهای دیزل از جمله رایج‌ترین خدمات واحد موتورپول میباشد.